آرزو دمیده از کرانه ها، شاخه های زندگی زده جوانه ها. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. Guess who's back? 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 سلام، اینجا پارازیدنت. ما که واقعا دلمون تنگ شده بود و مترصد این بودیم که اولین فرصت بیایم اپیزود جدید رو ضبط بکنیم. میدونیم که شما منتظر بودید امیدوارم حداقل بوده باشید. به هر حال خیلی مخلصیم. دکل چجوری گم میشه؟ فکر کنم اون رئیس مجلس قدیمی هنوز زنده است. دکل گم کردن کوه تستوسترونه. حسره ولی توی قصره. یو آمریکا مگه ایرانی‌ها راه میده؟ بحث نکن، بیا. آقا ما تو فضای مجازی خیلی میگردیم، با دید نقادان هم واقعا میگردیم نسبت به همه مسائل. یه چیزی که خیلی اذیتمون میکنه اینه که 90% مردم نسبت به مسائل سیاسی ساده نگاه میکنن، در مورد همه چی نظر میدن، نسبت به مسائل سیاسی هیجانی برخورد میکنن. ولی این اصلا مسئله نیست. مسئله اصلی اینه که همه این 90% فکر میکنن جزو اون 10% یعنی که اینجوری نیستن. یعنی مثلا همینو یه جا مینویسی همین مطلبو، یکی میاد زیرش کامنت میذاره که دقیقاً منظورم به خودت بود. یعنی اصلا داشتم اینو مینوشتم، یکی از استوریای تو ذهنم بود. به خودمون بگیریم یکم بعضی حرفا رو. میخوام میگم به مسائل ساده نگاه نکنیم. حالا ما اینجا نشستیم در مورد آقای پزشکیان میگیم میخندیم، فکر نکنید که ما از عملکرد آقای پزشکیان ناراضی هستیم. البته هستیم، ولی خب عملکردشون خنده‌دار نیست اصلا، ترسناکه بیشتر. مملکت داری سخته، اینو ما میدونیم، شما هم میدونید. آقای پزشکیان نمیدونست، رئیس جمهور شد فهمید. ما نقدمون بیشتر به رفتارهای غیر متعارف آقای پزشکیانه. آقا مملکت داری سخته باشه، ولی شبیه رئیس جمهور رفتار کردن که سخت نیست. چرا از سن میری بالا؟ خب یا مثلا با معلولین دیدار داری، چرا اداشونو در میاری؟ ناراحت میشن معلولین، فکر بد میکنم. ممنون از شما. این فرق یه رئیس جمهور سیاس با یه رئیس جمهور معمولی همینجا مشخص میشه. آقای احمدی نژاد نگاه میکرد، معلوله از چه ناحیه‌ای معلولیت داره؟ روشندره، نابیناست، براش دست تکون میداد معلوله نفهمه، ناراحت نشه یه وقت. حالا صحبت از آقای احمدی نژاد شد. آقای پزشکیان میگه آقای احمدی نژاد کلکل داره. یعنی اینجوریه که تو کاپشن میپوشیدی، من تو تابستون کاپشن میپوشم. تو میرفتی بین کارگرا، من خودم میرسم اوستا ملات درست میکنم. تو دکل گم کردی. آقا یه لحظه، من این دوباره افتادم داخل فکرش. دکل چجوری گم میشه؟ دکل خیلی چیز بزرگیه برای گم شدن. اصلا مگه این تو زمین پیچ و مهره نیست؟ فرض کن اصلا آقا پیچ و مهرهشو باز کردی، این جابجا کردنش خیلی سخت به نظر میرسه. نه ببین، این دکل گم نشده، پول دکل گم شده. پول دادن به شرکت واسطه که دکل رو بگیرن و دکل رو نمیگیرن. حالا به هر حال تو دکل گم کردی، ما 60 تن طلا گم میکنیم. البته حالا که بحث کلکل من اینو همینجا بگم. آقای پزشکیان اینو نزن به اسم خودت. اولا که این همکاری بین دولتی بوده، از 2 سال قبل شروع شده بوده. هنوز اثبات نشده. تازه اثبات هم بشه چیز خاصی نیست. بالاخره طلایی است که گم میشه، شه میشه دیگه. ماشین حمل طلا داره میره، یه 2 تا از شمشا میفته پایین. نمیدونم کیسه پاره از یه دونه از شمشا میفته، نه تو خونه میفته اصلا پشت مبل. خب طلا گم کردن چیز طبیعیه، هر کسی طلا گم میکنه. دکل گم کردن سخته. این طلا یه چیزیه که همه ممکنه گم کنن. تو خونه‌شون اصلا از طلا اصلا کشف میشه که گم بشه. دکل گم کردن کوه تستوسترونه. پارازیدنت. بالاخره آقای کروبی بعد از چند وقت از حصر آزاد شدن. البته چند وقت کم بیشتر، 15 سال بودن. بعد از 15 سال از حصر آزاد شدن. آقای خاتمی اومد خونه‌شون مهمونی، با هم شیرینی خوردن. حالا شیرینی خوردن که خود شیرینی خوردن موضوعیت نداره. یه شیرینی خوری روی میز بود که این قیمتشو در آوردن 20 میلیون. یعنی حصره ولی توی قصره. یو انقدر بهت خوش میگذره نمیفهمی صبح یا عصره. زورا با 90 فوتبال بازی میکنی، لباس تنت النصره. یه شب در میون شام اکبر جوجه داریم.
الان اینایی که گفتی چرا رندوم بود؟ رپ دیگه 2 + 2 نیست که همیشه بشه 4 که. یعنی چی؟ چون رپ نباید معنی بده؟ آره رپ دیگه معنی بده که میشه پاپ اصلا. ببین اگه معنی نده کلا رپه، یه معنی بده پاپه، چند تا معنی بده که اصلا دیگه میشه سنتی. این حرفا چیه؟ یعنی هر چی ریفتاش بخونیم بعد بگیم رپ دیگه؟ و چرا هیچ از جملات به جمله قبلیش ربطی نداشت؟ آقا رپ دیگه، رپ که چرا نداره؟ آقا از شما گفتم رپ چرا داره؟ رپ دیگه. حرف مردم رو سرم بلند نکن کاظمی. پارازیدنت. یه ویدیویی منتشر شد احتمالاً دیدید از این که مردم نیشابور سالشون رو کنار آرامگاه خیام تحویل کردن. بعدن یه ویدیو دیگه در اومد از یک روحانی که میگفتن اول امام جمعه نیشابوره، بعدن گفتن نیست، که میگفت اینجا اصلا قبر یک امامزاده‌ای بوده. آرامگاه خیام بعدن اومدن کنار این ساختن. این با تخلیه‌اش آرامگاه خیام. بدون هیچ گنبد و بارگاهی کنار امامزاده محروق در پناه امامزاده محروق بوده است. از دوستان قوه قضاییه تشریف دارد در این جلسه. حکم تخلیه این جمعیان صادر شده است. حکم قضایی دارد. من یه خواهشی دارم از فعالان اجتماعی، فعالان ادبی نیشابور، یه پادرمیونی کنم. بعد چند قرن داره آسوپاس میشه خیام، میخوان قبرش و ایناشو بریزن داخل کوچه. حالا تا فک و فامیل و نوادگار اینا پیدا بشن بیان گردن بگیرن، برن نمیدونم توی قطعه هنرمندان نیشابور دنبال یه جایی بگردن، نمیدونم آیا زیر درختی باشه، سایه‌ای باشه، در شأن نیست. میدونی بعد این همه سال مردن، حالا یک تازه مرده یه حرفی، ولی بالاخره یه سنی از مردن خیام گذشته، در شأن نیست به نظر. مثلا خیام من خدا کاری نکرده بود، یه روز مطبوع بهاری مثل همه روزا تو قبر مرده بود، خوابیده بود اونجا. مردم آریایی تصمیم گرفتن بیان سالشون اونجا تحویل بکنن. خب تقصیر خیام چیه؟ ولی اصلا نمیتونیم از الان به بعد بگیم کوروش آسوده بخواب. یعنی بعد این اتفاق اصلا من آدم که هیچ کس نمیتونه آسوده بخوابه داخل قبر. ممکنه هر آن بیان حکم تخلیه‌تو بگیرن. پارازیدنت. خانم مهاجرانی مصاحبه کردن، گفتن این سخنگوی دولت شدن برنامه‌های ما رو به هم ریخت. من برنامه داشتم سال 1403 شنای پروانه یاد بگیرم، سخنگو شدم دیگه نتونستم یاد بگیرم. چقدر درست. مرگ بر برنامه ریزی. هموطن برنامه ریزی نکن. آدم از فردا خودش خبر نداره واقعا. شما تصمیم میگیری از شنبه بری باشگاه، یا ایمیل میاد درخواست اپلای شما تو دانشگاه MIT پذیرفته شد. میگه آقا من اصلا درخواست اپلای ندادم، مثلا لیسانسم علوم انسانیه، چجوری توی MIT فنی پذیرفته شدم؟ میگن بالاخره اتفاق دیگه افتاده. میگه آقا باشه اصلا اتفاق افتاده، آمریکا مگه ایرانی‌ها رو راه میده؟ میگن راه میده، بحث نکن بیا. و اصلا این تو اشل کوچیک که من برنامه هفتگی دارم میگم، برنامه سالانه رو که مطلقاً نریزید. از الان دارم بهتون میگم سال آینده سال 2026 سال جام جهانیه، از کجا معلوم به تیم ملی دعوت نشید؟ اصلا فکر نکنید چیز بعیدیه. کی فکرشو میکرد هلیکوپتر رئیس جمهور مملکت بیاد سقوط بکنه، انتخابات برگزار بشه، آقای پزشکیان از سالن فوتسالای تبریز پاشه بیاد بشه رئیس جمهور، کاندید بشه، توی همون سالن آقای پزشکیان رو دروازه‌بون میکشیدن بیاد اینجا رأی بیاره بشه رئیس جمهور، بعد خانم مهاجرانی رو به عنوان اولین سخنگوی زن تاریخ جمهوری اسلامی انتخاب بکنه. حالا من اینجا رو خطاب به خانم مهاجرانی میگم، خانم مهاجرانی اگر حس میکنید علاقتون جای دیگه است، برید علاقتون رو دنبال بکنید. رئیس جمهور اوکراین استندآپ کمدین بود، دید آقا علاقش جای دیگه است، استعدادش جای دیگه است، اومد رئیس جمهور شد. البته اینجا خیلی موفق نبود، یعنی همه چی هم علاقه نیست، ولی در واقع من حس می‌کنم شما استعدادتون جای دیگه است، برید استعدادتون رو دنبال بکنید. پارازیدنت دیگه. خب رسیدیم به بخش زیبای انتقادات و پیشنهادات شما و پاسخ ما به اونا. ما یه حرفی که خیلی بهمون میزنن اینه که آقا چرا شما گیر دادید به اصلاح طلبها و پزشکیان؟ خب اسم برنامه پارازیدنته، رئیس مجلس که نیست، چیکار کنیم؟ و این اصلاح طلبان که الان دولت دستشونه بالاخره یه اثرگذاری دارن تو مملکت، الان دلار رفته بالا، ما به المیرا شریف مقدم گیر بدیم؟ چیکار کنیم؟ به جلیلی نقد کنیم؟ اون بنده خدا که هر ماهی فقط یه جلسه میذاره با یه عده صحبت میکنه، کاری نمیکنه، تنها روی سپایه نشسته تو سایه، حتی از اینم یه قدم جلوتر، معتقد سایه خودش میایه، یعنی یا من اینجا بیاد از من استفاده بکنیم، یا باشه تو ریاست جمهوری حداقل بری ثبت نام بکنیم، ما بیام بهت رأی بدیم، نمیتونیم باید بیعت بکنیم. اونور آقای لاریجانی اصلا معلوم نیست کجاست. ما قسمت اول این نقدش وارد کردیم، فیلم کردیم اون رئیس مجلس قدیمی هنوز زنده است، ولی خیلی کم فروغ ظاهر شد، نه پیگیری نه شکایتی.
اصلا یه جور شما شک کردیم نکنید واقعا درست داریم میگیم، یعنی 25% اموال مملکت نکنه مال ایناست واقعا. محسن رضایی که تازه الان سر پیری یادش افتاده که ما جوونیمون یه سری کارا دوست داشتیم بکنیم، درگیریای مملکت اجازه نداد، از جوونیمون زدیم خودمون رو خرج سیاست کردیم، یه ریاست جمهوری به ما نرسید. این انتخابات آخر که دیگه اصلا شرکت نکرد، رفت بوتاکس کرد، داره ادامه تحصیل میده، مدرک دانشگاهی بگیره. ولی خب چشم، ما به احترام همه دنبال کننده‌هامون که از همه طیف‌ها هستن، اصولگرا، اصلاح طلب، ما چقدر مخاطب اصلاح طلب داریم که ما رو دنبال میکنن، پیگیر، زیر همه پست‌ها میان کامنت میذارن، فحش میدن، دائم هیت میدن به ما. ما از این بعد سعی می‌کنیم نقدمون رو متنوع‌تر کنیم که فحش هم متنوع‌تر بشه. یعنی تا الان فقط از اصلاح طلب‌ها فحش می‌خوریم، از این بعد از اصولگرا هم فحش بخوریم. خیلی ممنون از شما که ما رو می‌بینید و می‌بینانید، احتمالاً دنبال می‌کنید، پستمون رو استوری می‌کنید، توی یوتیوب ما رو معرفی می‌کنید، سابسکرایب می‌کنید. دم شما گرم، خیلی مخلصیم.